خود پژمان نوری میاد برای کریم باقری، مقابل محسن خلیلی، ضربه او و توی دروازه. چه گلی میزنه این محسن خلیلی. 1-0 برای پرسپولیس و حالا این تیم پرسپولیسی که قهرمان رقابت‌های لیگ برتره. محسن خلیلی از کاظمی عبور میکنه، عباس آقایی، یک دوی قشنگ، محسن خلیلی به تیر دروازه و توپ بعدی که بیرون میره میانه میدان. یه پاس خوب میندازه، مقطع بازیکن سپاهان است در محوطه جریمه، تک به تک با دروازه‌بان و گل مساوی. گل مساوی رو احسان حاج صفی به ثمر میرسونه. عجب سکوتی فرا گرفته ورزشگاه آزادی را. حالا با این نتیجه تیم سپاهان قهرمان هست. محسن خلیلی ضربه‌شو میزنه و میگیره توپ همامی. برچک محسن خلیلی و فرزاد آشوبش توپ قرار گرفتن. ان شاءالله آخرین بخت تیم پرسپولیس باشه. اوج حساسیت فرزاد آشوبی زبش مدافع برخورد میکنه. حالا خلیلی مقدم بازیکن پرسپولیس در دهانه دروازه و توپ توی دروازه قرار میگیره. چه زمانی گل میزنه تیم پرسپولیس. چه فوتبالی شده این بازی. دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه. علیعادی میده به کریم باقری، همه با هم جام میبرن بالا و مراسم خاص هم اونجا انجام میشه. به حال